چگونه فروش بیک ترکید؟ من در اینجا راجع به مارکتینگ به زبان ساده صحبت میکنم. خوشحال میشم که کار من رو سابسکرایب کنید. تا به این دقت کردین که یه خودکار بیک چرا اینقدر ارزونه؟ یا اینکه چرا روی در خودکارش یک سوراخ وجود داره؟ یا به این فکر کردین که چرا هر جایی رو همیشه میتونین پیداش کنین؟ یا تا به حال شنیدین که یه خودکار بیک در واقع جوهرش خوش شده باشه؟ و در آخر این سوالو شما تو کامنت ها به ما بگین، چرا روی بدنه خودکار بیک یک سوراخ وجود داره؟ قراره تو این ویدیو راجع به 4P یا مارکتینگ میکس که به فارسی میشه آمیخته بازاریابی صحبت کنیم و کیس استادی که میخوایم استفاده کنیم راجعش صحبت کنیم برند بیک هستش. توی 4P اولین پی که خیلی بهش پرداخته میشه محصوله. حالا بیک چجوری تونسته یه محصول خوبی رو داشته باشه؟ یکی از چیزایی که هستش سادگی حالا عملکردی که اون دهه داشته نسبت به خودش. یعنی شما روان نویس و خود نویسای اون موقع میری خیلی ممکن بوده سخت باشه، اما با یک محصول کاملا ساده این رو درست کردن. چیز دیگه که تو پروداکتش به شدت دیده میشه این بوده که اومده یک رفتار مشتری دیده به این صورت که آدم‌ها، حالا خیلی ممکن برامون پیش بیاد موقعی که استرس داریم یا اضطراب داریم، در خودکار رو یا حالا فشار میدیم یا اینکه اصطلاحاً گاز میگیریم یا با دندون فشار میدیم و اینها، این باعث میشه که ممکنه که ما اینو قورت بدیم. واسه همین توی دهه‌های قبلی خیلی رایج بود که حتی ممکن بود آدم‌ها اینو قورت بدن یا حتی توسط بچه‌ها خورده بشه. واسه همین ابتدای در یک سوراخی تعبیه شده به این صورت که اگر هم شما اینو قورت دادین راه نفسی باشه. اما ویژگی دیگه‌ای که توی این پروداکت دیده میشه اینه که شما برندهای دیگه مثل پنتر یا برندهای دیگر ببینید به این صورته که شما نمیبینید چقدر از جوهرتون مونده. یکی از عواملی که برندینگ بیک خیلی بهش اشاره داره شفافیته. یعنی من نشون بدم که توی پروداکت من چه اتفاقی در حال رخ دادنه. و یه چیز دیگه که حالا مهمه اینه که قیمت ارزونشه، که یکی از پی های دیگه که ما راجع بهش صحبت می‌کنیم پرایسه، یعنی قیمت. اینجوری بود که انقدر قیمت خودکار در اون دهه نسبت به خودکارهای دیگه یا روان نویس ارزون بود که آدم‌ها اینجوری بودن که دیگه فکر کردن ندارن، یه خودکار بیک می‌خرن. تقریبا امروزه هم خودکار بیک جزو ارزون ترین خودکارها حساب میشه. اما خب اگه ارزون تر باشه آیا ورشکستگیش نزدیکه یا هر چیزی، اما اگر شما روی توناژ بالا یا حجم بالا تولید کنین این احتمالش خیلی کمتره. البته که باید به فروش هم برسه. پس یکی از عواملی که توی 4P که پرایس بود، ارزش در برابر قیمت. یعنی آدما اینجوری بودن که قیمتش خیلی پایینه نسبت به اون قیمتی که داری یک محصول رو تهیه می‌کنیم، چه ارزشی به من میده. و همین باعث شد این قیمت گذاری اصطلاحاً نفوذی باشه بین بقیه خودکارا و بتونه جایگاهی خوبی رو داشته باشه. اما پی بعدی که میشه پلیس بدین صورت بوده که خب توی فروشگاه لوازم تحریری یا دانشجوها یا دانش آموزا میتونستن راحت پیداش کنن، نیازی نبود خیلی بگردن یا هر چیزی. حتی شما میتونید روزنامه فروشی‌ها، تو سوپرمارکت‌ها و یا حتی دکه‌های تنقلات اینا رو پیدا کنید زمان قدیم‌تر. این باعث میشه که خب این برند اصطلاحاً از نظر پلیس خیلی راحت باشه دسترسی بهش و تبدیل به یک برند جهانی باشه. و نکته بعدی که خب خیلی مهمه توی تبلیغاتش، حالا ویدیوهایی رو هم ازش خواهیم گذاشت براتون، الان خودشون برندینگشون نوشتن که نوشتنی ارزان، قابل اعتماد و بدون دردسر. یعنی نسبت به برندهای دیگه شما نگاه کنید خیلی کمتر پیش میاد بیک رنگ بده یا اتفاق دیگه ای. Four colors pen. I use blue to write more like myself, red with more love, black with more intensity, and green with more fun. Wow. I gotta get a pen like that. The Bic 4 Colors Pen. alla Bic Battle Flow! Riuscirà la Bic Gelocity Quick Dry a seguire il ritmo del rapper? Via! Anybody wanna try to get a little clever after ripping another mic and they're proving that I'm better if you stepping and you really wanna battle, bring a weapon, I'ma break them in half in just a matter of a second. La penna ce l'ha fatta senza sbavature! Bic Gelocity Quick Dry segue sempre il tuo ritmo. اینا چیزایی بوده که خب توی 4P هست. من سعی کردم با برند بیک تک تک این پی ها رو در واقع به شما بگم. البته که چند تا نکته دیگه هم که
مهمه ما تحلیل روانشناسی مصرف کننده هم باید دقت کنیم. یعنی چی؟ یعنی این بوده که ریسک رو از افراد گرفته. یعنی وقتی یک جنسی خیلی ارزون تره آدما این شکلیه که خب اوکی مثلا من 20000 تومان 30000 تومانم رفت چیز خاصی از دست ندادم عوضش خودکار دارم. این باعث میشه که آدما اگه خودکارشون هم گم شد یا دیگه ننوشت اینجوریه که ما چیز خاصی رو از دست ندادیم نسبت به بقیه قیمت خودکارا. اما بیک با این استراتژی که به تولید انبوه و قیمت پایین‌تر باشه رو فقط داخل خودکارا این کار رو انجام نداد، رفت سمت تیغ و حتی فندک. دوستان فندک رو بزنید من میدین دست شما درد نکنه. فندک بیک هم همین تقریبا استراتژی داشت بین فندک هایی که هستش به این صورت که دوباره قیمت تقریبا ارزونی داره، حتی مثل ممکن اتکلون ها یا اتراش هم دیده باشین اینجوریه که خب بیک ارزون تره تعدادش هم بیشتر و بازم دوباره همون الگوریتم پیش میاد که من حذف ریسک کردم، یعنی به خاطر قیمت پایین‌تر حتی اگه این محصولم گم کنم میتونم به قیمت پایین دوباره جایگزینش کنم که تقریبا دوباره این هم همون دسته است. یعنی شما تو دکه‌ها روزنامه فروشی یا حتی بقالی ممکنه این فندک رو هم پیدا کنید. البته برای برندینگش هم محصولات مختلفی تولید کرد مثل همین محصولی که دارین اینجا می‌بینید به این صورتی که خب اوکی خودش یک در خودکاره که جنبه نوستالژی هم داره. اما بخوایم خلاصه راجع به بیگ صحبت کنیم خیلی با سادگی و با 4 تا اصلی که گفتیم، البته نه به این راحتی، باید کلی فکر بشه. حالا ما اینجا اصطلاحاً مسئله چهارگش آسان شود، یعنی چیزی که بعداً رخ داده، ولی خب تیم بازاریابی و مارکتینگش رو خیلی فکر کرده اون 4P اصلی بتونه چجوری با خلاقیت با شفافیت حتی این برندینگ رو بین آدم‌ها از دهه‌های قبل‌تر تا الان داشته باشه و نشون داده که میشه با خلاقیت در بازاریابی و توجه به جزئیاتی که چند تاشو بهتون گفتم، سوراخ تعبیر شده تو در خودکار یا شیشه‌ای بودنش که باعث میشه شما داخلش رو ببینید چقدر جوهرتون مونده و اینها، باعث شد که بتونه تبدیل به یک برند جهانی بشه و اصطلاحاً فروشش بترکه. راستی جواب سوالی که اول ویدیو پرسیدم رو حتما برام کامنت کنید. اما سوال چی بود؟ سوال این بود که چرا روی دیواره یا بدنه خودکار بیک یک سوراخ وجود داره.